به دنیای بیرحم استارتاپ‌ها خوش اومدید. دنیایی که میگن اکثر شرکت‌ها تو شکست میخورن. اما سوال اصلی اینه که واقعاً چرا این اتفاق میفته؟ آیا این شکست‌ها همینجوری شانسی و تصادفی ان یا یه الگوی مشخصی پشتشون پنهان شده؟ تو این بررسی می‌خوایم با هم دلایل واقعی این شکست‌ها رو کالبد شکافی کنیم و بفهمیم دقیقاً چه چیزی باعث میشه حتی بهترین ایده‌ها هم به بنبست بخورن. خب، برای اینکه یه جواب درست و حسابی برای این سوال پیدا کنیم، سراغ یه تحلیل داده محور از شرکت CB Insights رفتیم. اینا به جای اینکه بخوان حدس بزنن، رفتن دنبال حقایق. اونم حقایق تلخ و بدون هیچ تعارفی. منبع تحلیل چیه؟ 101 گزارش کالبد شکافی. اینا داستان‌های فوق‌العاده صادقانه‌ای هستن که خود بنیانگذارای استارتاپ‌های شکست خورده نوشتن. پس اینجا دیگه با نظریه و تئوری طرف نیستیم، با واقعیت محض و تجربه دست اول روبرو هستیم. و نکته جالب دقیقاً همینجاست. وقتی این همه داستان شکست رو کنار هم گذاشتن، یه الگوی خیلی واضح پیدا شد. تو این بررسی ما می‌خوایم این دلایل رو به صورت معکوس با هم مرور کنیم. یعنی از اشتباهات کوچکتر و عملیاتی شروع می‌کنیم و قدم به قدم می‌رسیم به بزرگترین و بنیادی‌ترین خطاهایی که یه استارتاپ می‌تونه مرتکب بشه. بخش اول، اشتباهات استراتژیک و عدم تمرکز. اینا مثل ترک‌های خیلی ریزی هستن که اولش به چشم نمیان، اما به آرومی یه سد بزرگی رو از پا در میارن. بیایید ببینیم این قاتلان خاموش استارتاپ‌ها چی هستن. اینجا 3 تا دلیل اولیه رو می‌بینیم. 13% به خاطر از دست دادن تمرکز، 8% به خاطر فرسودگی و برن اوت و 7% هم به خاطر شکست در پیوت کردن، یعنی همون تغییر مسیر به موقع. شاید این اعداد به تنهایی خیلی بزرگ به نظر نرسن، ولی وقتی کنار هم میذاریمشون داستان یه مرگ تدریجی رو روایت میکنن. اول مسیر رو گم میکنی، بعد انرژی تموم میشه و در نهایت شانس بقا رو از دست میدی. داستان شرکت آیمرسیو یه مثال عالی از همین شکست در پیوت کردنه. کیت نوواک بنیانگذارش خیلی قشنگ توضیح میده. میگه ما دقیقاً وسط یه پیوت گیر کرده بودیم. بین یه استراتژی که میدونستیم کار نمیکنه و یه استراتژی جدید که بهش باور داشتیم ولی دیگه توانی نداشتیم که با قدرت دنبالش کنیم. این سردرگمی و بلا تکلیفی همه پول و مهمتر از اون روحیه تیم رو نابود کرد. اما گاهی وقتا مشکل از استراتژی و نقشه راه نیست. مشکل خود آدما هستن. بیایید بریم سراغ عنصر انسانی. آیا تیمی که جمع کردید واقعاً همون تیمیه که میتونه این رویا رو به واقعیت تبدیل کنه؟ این آمار رو ببینید، واقعاً تکان دهنده است. 23%، یعنی تقریباً از هر 4 تا استارتاپ یکیشون فقط و فقط به خاطر نداشتن تیم مناسب شکست میخوره. 13% هم به خاطر درگیری و اختلاف بین اعضای تیم و سرمایه‌گذارا و 9% هم به خاطر یه چیز خیلی ساده، نداشتن اشتیاق و علاقه واقعی. این یعنی مشکلات انسانی به تنهایی میتونن یک کسب و کار رو زمین بزنن. برای اینکه بفهمیم کمبود اشتیاق یعنی چی، این اعتراف صادقانه از بنیانگذارای نیوزتیلت رو ببینید. میگن راستش ما واقعاً به روزنامه نگاری اهمیتی نمیدادیم. حتی خودمونم خوره خبر خوندن نبودیم. چطور میتونستیم محصولی بسازیم که فقط از دیدگاه بیزینسی برامون جالب بود؟ این یه نکته کلیدیه. اما بین تمام این مشکلات انسانی، یه مورد از همه کشنده تره. نداشتن مهارت‌های لازم توی تیم اصلی، یعنی همون تیم بنیانگذار. این یه دلیل به تنهایی عامل شکست تقریباً 1/4 کل استارتاپ است. این نقل قول از تیم استند اوت جابز خیلی خوب توضیح میده که تیم نامناسب دقیقاً یعنی چی. میگن اگه تیم بنیانگذار نتونه به تنهایی یا با کمک خیلی کمی از بیرون یه محصول اولیه رو تولید کنه، اصلاً نباید استارتاپ تأسیس کنه. به عبارت دیگه، اگه برای ساختن ایده اصلیتون کاملاً به دیگران وابسته باشید، از همون اول تو مسیر اشتباهی قرار دارید. خب، از آدما که عبور کنیم میرسیم به موتور کسب و کار. اینجا جاییه که ایرادات خیلی بنیادی تر میشن. شما میتونید بهترین راننده‌های دنیا رو داشته باشید، ولی اگه موتور ماشین خراب باشه به هیچ جا نمیرسید. اینجا با 3 تا مشکل اساسی روبرو هستیم. 18% مشکلات قیمت‌گذاری و هزینه، 17% نداشتن مدل کسب و کار درست و 14% بازاریابی ضعیف. در واقع همه اینا
به یه چیز ختم میشن. ناتوانی در پول درآوردن. اگه بلد نباشید چطور محصولتون رو بفروشید و به سود برسید، کسب و کارتون خیلی سریع سقوط میکنه. این نقل قول از تیم توتورز پری یه هشدار خیلی جدیه. میگن ما شکست خوردیم چون فقط به یک کانال برای جذب مشتری وابسته بودیم و اون کانال یهو و به شدت تغییر کرد. این یعنی تمام تخم مرغ‌هاشون رو توی یک سبد گذاشته بودن و وقتی اون سبد افتاد همه چیز رو از دست دادن. خب فرض کنید تیم شما عالیه و مدل کسب و کارتون هم بی‌نقصه. آیا این یعنی موفقیت شما تضمین شده؟ نه همیشه. چون یه خطر بزرگ دیگه وجود داره، رقبا. 19% از استارتاپ‌ها تو این رقابت نفسگیر شکست می‌خورن و از بازی حذف میشن. داستان کلاسیک رقابت بین دو تا شرکت وسابه و مینت این موضوع رو به بهترین شکل نشون میده. وسابه از نظر فنی قوی‌تر بود و به حریم خصوصی کاربرها خیلی اهمیت میداد، ولی کار کردن باهاش سخت بود. در مقابل مینت اومد و یه تجربه کاربری فوق‌العاده ساده و سریع ارائه داد و در نهایت کل بازار رو گرفت. گاهی وقتا سادگی بر پیچیدگی پیروز میشه. و حالا میرسیم به اوج این بررسی، به دو گناه نهایی، دو اشتباه نابخشودنی در دنیای استارتاپ ها. اینا دو تا دلیل بنیادی هستند که بیش از هر عامل دیگه‌ای باعث مرگ کسب و کارها میشن. دومین دلیل بزرگ شکست که عامل زمین خوردن 29% استارتاپ هاست، تموم شدن پول نقد. به همین سادگی. وقتی پول تموم بشه، بازی هم تموم میشه. اما یه لحظه صبر کنید. نکته کلیدی اینجاست. تموم شدن پول مثل تب کردنه. این خود تب نیست که شما رو میکشه، بلکه اون عفونتی که باعث تب شده شما رو از پا در میاره. تموم شدن پول دلیل اصلی نیست، فقط علامت و نشونه یه مشکل خیلی خیلی عمیق‌تره. و اما دلیل شماره 1، بزرگترین قاتل استارتاپ ها 42%. یعنی نزدیک به نیمی از تمام شکست ها فقط به همین یک دلیل برمیگرده. اما این دلیل چی میتونه باشه؟ هیچ نیازی در بازار وجود نداره. بله، دلیل اصلی مرگ استارتاپ ها همینه. اونا محصولی میسازن که هیچ کس نمیخوادش. یه راه حل خیلی هوشمندانه برای مشکلی پیدا میکنن که اصلاً برای مشتری‌ها یه مشکل به حساب نمیاد. این نقل قول از بنیانگذار پیشنت کامیونیکیتور واقعاً فوق‌العاده است. میگه من آخرش فهمیدم که ما هیچ مشتری نداشتیم چون هیچ کس به مدلی که ما ارائه میدادیم علاقه‌ای نداشت. دکترا بیمار بیشتر میخوان، نه یه دفتر کار بهینه‌تر و کارآمدتر. اونا مشکلی رو حل کرده بودن که اصلاً مشکل اصلی مشتریاشون نبود. و در نهایت تمام این تحلیل‌های پیچیده و این آمار و ارقام به یه جمله خیلی ساده از Y Combinator، یکی از بزرگترین شتاب دهنده‌های دنیا، خلاصه میشه. چیزی بسازید که مردم بخوانش. این ساده ترین و در این حال سخت ترین قانون دنیای استارتاپ هاست. و این بررسی با یه سوال تأمل برانگیز تموم میشه. سوالی که همه ما باید از خودمون بپرسیم. چه کارآفرین باشیم و چه نباشیم؟ آیا شما دارید یه مشکل واقعی رو حل می‌کنید یا فقط یه مشکل جالب رو؟ جوابی که به این سوال میدید میتونه تفاوت بین موفقیت و شکست باشه.